سلام و عرض ادب. بنده سمین سعادت هستم. امروز میخواستم طریقه کاشت نهال گوجه فرنگی رو به شما آموزش بدم. با من همراه باشید. امروز 31 اردیبهشت در حال کاشت نهال گوجه فرنگی به همراه مادر عزیزم. خب لطف می‌کنید توضیح بدین؟ بله. تخم‌ها رو که از قبل توی مثلا پاییز توی زمستان که استفاده کردیم، تخم‌هاش رو به صورت اصلاح شده که سالم باشه اونا رو سعی می‌کنم از گوجه جدا کنم. بعد از اینکه آب کشی کرده تخم‌ها رو میذارم توی یه دونه فریزر یا یخچال تا فصل رویش. بعد تخمام که استفاده میشه تخمایی هستن که معیوب نباشن، مریض نباشن، قارچی نباشن. بعد از اون با شروع فصل رویش اونا رو میگیرم در خزانه مخصوص، اونا رو میکارم تخما رو. بعد از یک هفته دیگه 2 هفته که بعد آبیاری اون سبز میشه. بعد از اینکه سبز شد اندازه مثلا 10 سانت یا 15 سانت که شد، اونا رو سعی میکنم که از خزانه در بیارم. اونایی که ریزتر 2 تا، اونایی که اگه درشتر 1 در فواصل بسیار دورتر، منتها با زمینی که دارای کود حیوانی باشه. از کود شیمیایی کمتر استفاده میکنم، به صورت ارگانیک. اونها رو در جایگاه خاص میکارم. اول باید اون جایگاه آماده باشه که علف‌های هرز نداشته باشه. قشنگ مساعد که شد اونا رو میکارم. بعد آبیاری میکنم. بعد از 1 ماه این گیاهان دیگه شروع میکنم به شکوفه زدن. بعد از 1 ماه دیگه کم کم اون محصولش که در اومد در برابر نور آفتاب دیگه قرمز میشه و آماده میشه برای مصرف یا برای دادن به بازار مصرف که حالا به فراخر حالشون. و از این طریق گوجه به دست میاد. منتها گوجه ها در طرح‌های مختلفه، یا به صورت گیلاسی هن، یا خوشه‌ای هن، یا به صورت ورامینی. اونایی که ورامینی نیازی به چوب زدن و اینها نداره، تیکیگاه نداره. ولی اونایی که گیلاسی و به عنوان خوشه‌ای هن، چون مثل خوشه انگور میمونن، نیاز داره که تیکیات داشته باشن. چون اینجا هم شمال مرطوبه، ناگزیری که حتما اینها به طرف بالا هدایت بشن که قارچ اینها رو اذیت نکنه. یعنی باید یه پایه براشون در نظر بگیریم. بله، حتما تکیگاه باید داشته باشن وگرنه روی زمین میفته و زود قارچی میشن. و این لحاظ تولید گیاه به عنوان گوجه فرنگی. خاکشون هم اینجا ما از خاک کیوی استفاده کردیم که بهترین بستر برای رشد گوجه فرنگی هستش. و موقعی که آبیاری کیوی انجام میشه خاک مرطوب بشه، این هم سیراب میشه. این گیاه دیگه این چیز نمیشه مجدد یا آبیاری دیگه صورت بگیره. رطوبت درخت کیوی اون رطوبتش به نهال گوجه میرسه و از این طریق خوشحال میشن. از فرمودید که از اواسط تیر ماه میوه میده. بله، تا آخر آبان. تا آخر آبان ما گوجه داریم. یه محصول ارگانیک و بدون مواد مضر و شیمیایی که نیاز به خریدن در بازار نداره. معلوم از کدوم آب استفاده